سلام و درود خدمت شما دوستان. توی این ویدیو میخوام یک بروکر شخصی رو روی سرور شخصی خودتون راه اندازی کنید و به دلیل اینکه سرورهای عمومی شلوغ هستش و پیام‌های زیادی رد و بدل میشه ممکنه اختلال توی کارتون ایجاد بشه و به هر دلیلی ما لازم داریم که این بروکر MQTT رو روی سرور شخصی خودمون راه اندازی کنیم. برای این کار اول باید یه سرور شخصی خریداری بکنیم. من ابر آسیاتک رو انتخاب کردم، حالا ابر آروان هم هست، از هر جفتش میتونید یه سرور بگیرید. اینجا ایجاد سرور رو میزنیم تهران. قبل از این کارم باید حداقل فکر میکنم باید 50,000 تومان توی کیف پولتون شارژ داشته باشید. اوبونتو رو انتخاب میکنیم، آخرین ورژنش 22. گام بعدی زیاد لازم نیست سرور با کانفیگ بالایی بگیرید، همین کمترینش بیسیک 1 هست. یه نام براش میذارید که حالا چون من قبلا اینجا MQTT انتخاب کردم خودش میذاره، یه رمز تصادفی هم میسازه و خودش هم کپی میکنه تو کلیپ بورد. بعد این پروژه رو میذارم روی آموزش. از شما این پیش‌فرض هستش، بذارید پیش‌فرض باشه، چون من اینجا میخواستم سرورهایی که دارم دسته‌بندی بشه یک دسته‌بندی آموزشی ایجاد کنم. ساخت رو میزنم، میگه حداقل هزینه 24 ساعتش که حدود 10,000 تومان هستش باید توی حساب کاربرتون باشه. اینجا میزنه که سرور در حال ساخت هستش. هر موقع هم ساختش تکمیل بشه فکر میکنم یه SMS براتون میاد. خب تا این سرور ساخته میشه من این آدرس IP رو کپی میکنم. برای اتصال به سرورم از برنامه ترمیوس استفاده میکنم که برنامه خیلی خوب و جامعی هستش. اینجا یه هاست میسازم، IP رو اینجا وارد میکنم، بعد یوزرنیممونم روت هستش. این اطلاعات براتون احتمالاً ایمیل میشه و توی مشاهده سرور هم نشونتون داده میشه. حالا چون من از قبل میدونم این رو میزنم. یوزرنیمش روت، پسوردش هم همونیه که اونجا کپی شد برامون. این پسورد و اگه ساخته شده باشه اینجا باید رفرش کنید که ساخته بشه، خودش نشون نمیده. رفرش که میکنید بله ساخته شد. کانکت رو که بزنیم به سرور متصل میشه. اد و کنتینیو. خب ما الان داخل سرور اوبونتو خودمون هستیم. میایم توی EMQX، یه پروژه اوپن سورس هستش که یه پنل گرافیکی، یه بروکر روی سرور شما نصب میکنه و یه پنل گرافیکی هم داره که خیلی راحت و با آپشن های زیادی میتونیم ما یه بروکر MQTT داشته باشیم. برای این که نصب کنیم شما باید بیاید پایین، فایل اینو، نه این نیستش، فایل فشرده همین پروژه رو باید کپی کنیم و داخل سرورمون توی ترمیوس هم با کنترل وی نمیتونید کپی پیست بکنید، باید کنترل شیفت وی بزنید که این پیست بشه. اینتر میزنیم و صبر میکنیم تا دانلود بشه. زیاد طول نمیکشه. اگر زیاد طول کشید من ویدیو رو پاوز میکنم. خب دانلود فایلمون کامل شد. بعد الان اکسترکتش کنیم.
همینجوری که اینجا دستورشو گذاشته، این دستور یه فولدر EMQX میسازه و اون فایلی که دانلود کرده رو داخلش اکسترکت میکنه. اینو کپی کردیم و اینجا پیست میکنیم، شروع میکنه به اکسترکت کردن و تمام شد. و یه دستوری هست که EMQX رو برامون راه اندازی میکنه. الان سرور ما ران شد. آدرس آی پی ما چی بود؟ این آدرس آی پی که اون موقع کپی کردیم. می‌بینیم که یه تب جدید باز میکنیم. این آدرس آی پی 2 نقطه پورت 18083 رو میزنیم. می‌بینید که داشبوردمون باز شد و یوزرنیم حالت دیفالتش ادمین هستش، پسوردش هم پابلیک. لاگین رو میزنیم. اینجا میگه پسورد جدید بذار. یه پسورد میذاریم که فراموش نکنیم. خب این پنلمون هستش که کارمونم الان تموم شده باشه. برای استفاده از این پنل باید همین آدرس آی پی رو بزنیم با پورت. ببینید اینها رو، این قسمت ها رو باید توی میخوای وب سوکت کلینت که بیاد آدرس آی پی اونجا زده با پورت 8083. ما از MQTT Explorer استفاده میکنیم که تست کنیم. آدرس آی پی مون این بود 1883. 1883 هم فکر میکنم کار بکنه. 8083 رو TLS 1883 هم تست میکنیم. بله کار میکنه. اگر اینجا مثلا تاپیک تست با متن مثلا هلو پابلش میکنم. چون ما اینجا تاپیک رو سابسکرایب نکردیم اینجا برامون نمیاره. بعد ولی اینجا توی سرور اگه کلاستر اوورویو بزنیم میبینید که لایو کانکشنمون یه نفره که با یه تاپیک، یه دونه سابسکرایبشن هم هست. ببینید همه آمار رو دقیق بهتون میده. اون یه دونه تاپیک رو اینجا بزنید روش میگه تاپیک تست. بعد کلاینت ها میگه یه دونه کلاینت با این آی پی وصل شده، ساعت و تاریخ رو بهتون میگه، سابسکرایبشن ها رو میگه. بعد توی این قسمت میتونید یوزرنیم تعریف کنید که کاربراتون با یوزرنیم خودشون وارد بشن، غریبه نتونه وارد بشه. و یه چیز جالبی که من اینجا دیدم فلو دیزاینر داره. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید طراحی کنید، برنامه ریزی کنید. مثلا اگر یه اتفاقی رخ داد، چه اتفاقی اینجا بهش میگی، مثلا اگر یه کلاینتی کانکت شد یا مثلا پیامی دریافت شد، مثلا کلاینتی کانکت شد این اتفاق، بعد ریپابلیش بشه. مثلا اینجا اگر مثلا یک کلاینت
توی تاپیک کلاینت پیام مثلا بذاره ویلکام بر فرض مثال، سیو. بعد اینو به این متصل میکنید و کرییت. هر وقت یه کلاینتی کانکت بشه توی تاپیک کلاینت یه ویلکام نشون داده میشه، ارسال میشه. حالا ما چجوری این تست کنیم؟ اینو ما دیسکانکت میکنیم و اینجا توی ادوانس کلاینت رو اد میکنیم که سابسکرایب شه. نمیدونم الان انجام داد یا نه. تاپیک ها که دوتا شد، تاپیک کلاینت. حتی میتونیم تاپیک ها رو پیام هاش هم ببینیم توی این قسمت مانیتورینگ فکر میکنم، یا قابلیت های زیادی داره. توی لاگین ببینم هست سیکت کلاینت. خب حالا کاریش ندارم، من تست کردم جواب داد. شما خودتون میتونید برید این آپشن ها رو پیدا کنید. کارهای های مختلفی داره، مثلا میتونید وب هوک طراحی کنید، بعد قوانین بذارید، کانکتور طراحی کنید و از این قبیل امکانات خیلی جذابی که بهمون میده. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. به امید دیدار.